کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان یوسف رحمان با سفیر فدراسیون روسیه در تاجیکستان سیمیون گریگوریف ملاقات انجام داد که در جریان آن مسئله قتل فاجعه بار کودک تاجیک قابلجان علیف بررسی گردید. یوسف رحمان تاکید کرده است که این جنایت وحشیانه باعث نگرانی جدی و واکنش گسترده جامعه تاجیکستان گردیده است. جانب تاجیکستان ضرورت برگزاری تفتیشات همه‌جانبه، عادلانه و شفاف این حادثه را تاکید نموده، همزمان به اهمیت تامین حفظ حقوق و امنیت نابالغان همچون افضلیت عمومی اشاره کرده است. قابلجان علیف 10 ساله روز 16 دکبر در یکی از مکتب‌های ولایت مسکو از جانب نورس 15 ساله در زمینه نفرت ملی کشته شده بود. جسد او امروز به تاجیکستان آورده شده در ناحیه شهر نو به خاک سپرده شد.